و فلان و فلان کردیم. امروز این شم رواج دارد. خدا دانا از باور کن اکثریت جوانهایی که زن میگیرن خدا دانا از که دختری بکر بیابند. با بعضی گویم که همون طبیبای بی انصافی هستن که پیش از مثال به شوهر برآمدن دخترها اونها را گویم همچون دختر میکنن و بعد در دست شوهرشان میتین. این خیلی بی انصاف ها هم وجود دارن. عزیزم میگویم که مقصد یک باره که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن این روایت دارد. فقط روایت در دست من نیست. می توانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، ان شاء الله برای شما روایت میابند. لیکن گفته همون تاجیکای ما و شما هوشتانه به سر گیرین. در زندگی بسیار خطری گویم خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. ان شاء الله همین احترام شوهر کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست می‌دارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. ان شاء الله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این صحبت های من شاید هیچ کس ملال نمی شود. صحبت های هست که همه سرشار احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقط به فایده شما هست، فقط به فایده همه ما و شما هست. ممکن نیست. جمعه گذشته من در اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم، سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی. و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستن با یکدیگر، شرم نمیکنند، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنند، هر دو در یک طبق نان میخورند، لیکن با یکدیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تا گویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم، گفت همه اون ملائکه هستن. گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده. لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا این که جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم